روح کنیز اوکیکو. قلعه هینجی ژاپن. شما خدمتکاران جدیدی هستید که برای خدمت در قلعه هینجی انتخاب شده اید. بزرگترین قلعه در استان هیوگو. هر کسی اجازه کار کردن اینجا را ندارد. پس به خوبی به ارباب خدمت کنید. بله، جناب ناظر شوگو. قلعه هیمجی 5 قانون ویژه دارد. اول، سخت کوش باشید و از کار فرار نکنید. دوم، ارباب همیشه در هر کاری حق دارد. حق مخالفت ندارید. 3. وفاداری مطلق، پرحرفی نکردن، غیبت نکردن، دخالت نکردن در امور خصوصی ارباب. 4. نزدیک شدن به چاه پشت دروازه قلعه ممنوع است. 5. چون این قلعه گنجینه‌های زیادی دارد، پس اگر هر چیزی را در محدوده قلعه بدزدید، محکوم به مرگ خواهید بود. مجازات سرقت خیلی سنگینه. واقعا ترسناکه. هی گفته شد که نباید درباره هیچ چیز اظهار نظر کرد. می‌خواهی تنبیه شوی؟ چه شگفت‌انگیز. چقدر زیباست. اوکیکو، این کاسه ها را بشوی. باشه، عجله کن وگرنه سرزنش میشویم. آیا شما مسئول این 10 بشقاب هستید؟ بله، یعنی 10 تا بشقاب درسته. ناظر، مشکلی پیش آمده. ببین، من به تو گفتم 10 تا. آن وقت تو فهمیدی که تعدادشان 10 تاست. قبلا آنها را نشمرده بودی. قربان، راستش من تازه این کار را شروع کردم. بله، یادم ماند قربان. اوکیکو، هنوز صبح نشده. چرا بیدار شدی؟ هنوز زمان بیداری ما نرسیده است، نه؟ باید بیدار شوم و 10 بشقاب را تمیز کنم. یک، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، نه، 10. خدای من باید مدام از نو بشمارم. هی شوگو، مسئول شمارش و نگهداری روزانه بشقاب‌ها کیه؟ کارت خیلی خوب بوده. قربان، اوکیکو این کار را انجام می دهد. او تازه کاره، برای همین خیلی دقیق بهش توضیح دادم. رضایت دارید قربان؟ او خوبه. از حالا مسئول آوردن آب شستشوی پا و آماده کردن چای برای من هر روز باشه. بله قربان. جناب ارباب. چی شده؟ چرا هی مردد هستی شوگو؟ چیزی میخواهی به من بگویی؟ ارباب، اوکیکو واقعا زیباست. ضرور قلعه. این برگ‌های چای تازه از اوساکا فرستاده شدند و گل‌های یاس نیز از منطقه چشمه‌های آب گرم بپو خریداری شدند. لطفاً ضرور قلعه از آن لذت ببرید. به. وقتی کسی زیباست، حتما چای خوش‌طعمی هم دم میکنه. شما لطف دارید ارباب. تو هم مثل گل یاس زیبایی. اجازه دهید پاهای شما را بشویم ارباب. میخواهی من پاهایت را بشورم؟ بله، ضرورم. جرات نمی کنم. از وقتی تو را دیدم، عاشق این زیبایی شدم. مال من باشد. واقعا؟ البته من چطور میتوانم حتی یک کلمه اشتباه به دختری به این زیبایی بگویم؟ در واقع من هم مدت هاست که به شما علاقه دارم. اما سرنوشتم فقط یک خدمتکار بودنه.
من از اولین باری که تو را دیدم عاشقت شدم. به فاصله طبقاتی فکر نکن. لطفاً برای همیشه کنارم بمان باشه. ارباب دیگر چه سعادتی بالاتر از این میتوانم داشته باشم؟ اوکیکو چه خوشبخت شده. حالا زندگیش رونق گرفته. بعداً دیر یا زود همسر ارباب قلعه خواهد شد. همچین فکری هم نکن. ارباب کاتاشی چقدر مقام والایی دارد. چطور او یک کنیز را به همسری بپذیرد؟ یادتون رفته قوانین قلعه هیمجی چی بود؟ پدر توی کارهای شخصی اربابش دخالت نمیکنه. اگه شوگون اینو بشنوه دیگه کارتون ساخته است. کار تا دیر وقت خسته کننده است. میاکی از بعد از ظهر کجا رفته؟ عیبش زده. میخواستم از او کمک بگیرم. میاکی، اوکیکو الان معشوقه کاتاشیه. هنوز نتونستی اطلاعاتی درباره اتاق مخفی گنج توی اتاق خواب اون جمع کنی. من نمیتونم این کارو بکنم. اون وقت تبدیل میشم به یه خائن. شوگو، لطفاً یه مأموریت دیگه بهم بده. این کارو نمیتونم انجام بدم. ای لعنتی. یادت باشه پولی که به تو دادم تا مادر مریضت را درمان کنی هنوز پس نداده ای. حق بازی نکن. مباشر شوگو، حقوق هر ماه را به شما میدهم. خواهش میکنم مرا مجبور به انجام چنین کار بیشرمانهایی نکنید. این بازی خیلی شرم‌آور است. اگر نتوانی اوکیکو را مجبور کنی اطلاعات و راه ورود به اتاق مخفی کاتاشی را به دست آور، به همه دنیا خواهم گفت که تو برای پول خودت را به من فروختی و آن وقت زندگیات تمام خواهد شد. شوگو، تو هنوز هم میخواهی ارباب رو بکشی؟ باید بکشمش. باید گنج رو تصاحب کنم. کی اونجاست؟ وایستا. پس اون یه نقشه شبم تو سر داشته. باید فوراً به کاتاشی خبر بدم. میاکی، من در مورد مادرت و اینکه آن شوگوی شرور چگونه تو را به این روز انداخته است میدانم. کسی که اون روز تو انبار بود خودت بودی. شوگو همه جا دنبالش میگرده. اگه بفهمه اون شخص تو بودی حتما کشته میشی. میاکی، تو به من اعتماد داری. من به تو اعتماد دارم، اما من نگران امنیت تو هم هستم. پس تو خبر را به او برسان. اتاق مخفی پشت قفسه کتاب کاتاشی است. ولی این کار باعث میشه کاتاشی کشته بشه. وقتی به اتاق گنج وارد بشه تمام اسرار قلعه رو به دست میاره. چیزایی که ارباب تا حالا مخفی کرده. همینطور که گفتم طبق نقشه من عمل کن. به پیرمرد بگو فقط کافیه کتاب هفتم رو از سمت چپ از قفسه بالا بکشی. اتاق مخفی باز میشه. فردا کاتاشی برای شکار به کوه میره. گنج من، با به دست آوردن گنج طلا و شمشیر گرانپا در این قلعه، من ارباب شکست ناپذیر قلعه هیمجی خواهم شد. شوگو را برایم دستگیر کنید. چی شده؟ میاکی، تو منو فریب دادی. ارباب، شما اصلاً به کوه نرفتید. خیلی باهوش. شوگو، بی جهت نیست که تو ناظر نزدیک من هستی. این مردم، او را بگیرید. شوگو فرار کرد. باورم نمیشه که اون راه فرار مخفی رو هم بلد بود. خوشبختانه شمشیر هنوز پیش منه.
کاتاشی. اوکیو، ازت ممنونم که جانم را نجات دادی. تو کمک کردی تا ترفند بزنم. برای اون شوجو لعنتی. اگه تو نقشه شوگو رو نمیشنیدی، معلوم نبود چه اتفاقی میافتاد. اگه برای ارباب اتفاقی میافتاد، من دیگه طاقت زنده بودن نداشتم. اما میاکی، باید با اون برخورد کنم. اون جاسوس شوگویه. زود گم شو از اینجا. ارباب خیانتکار رو نمیبخشه. ارباب، مرا ببخشید. دیگر هرگز جرات نمی کنم. فوراً به دهکدهات برگرد، وگرنه جونت در خطره. اوکیکو، همه اینها، همه تقصیر توست. کاتاشی، چرا ارباب میاکی را بیرون کرد؟ مادر پیر و بیمار او برای مراقبت به پول نیاز دارد. اوکیکو، تو خدمتکار نزدیک منی. نمیخوام با آدمایی مثل اون سر و کار داشته باشی. و دیگه این که جلوی دیگران نباید اینطور بیادب اسم منو صدا بزنی. این قلعه قانون داره. ارباب، شما هنوز هم مرا فقط یک کنیز میدانید. اگر خدمتکار نیستی پس کی هستی؟ من شیفته تو هستم. آیا این برایت کافی نیست؟ دیگر حرف نزن. فردا شب چای را زودتر بیاور. دلم برای عطرت تنگ شده. اوکیکو، میاکی، تو چرا اینجایی؟ اوکیکو، من خیلی گرسنه و سردمه. پولی ندارم، واسه همین نمیتونم برگردم دهکده. تو یه چیزی داری که بخورم؟ تفلکی تو. میخوای کمکت کنم یواشکی بری تو اتاق خواب خدمتکارها. اونجا بخاری داره. بعد من یکم غذا برات میارم باشه. اما اگر بقیه بفهمن چه؟ من لباس خدمتکاری رو برایت میارم تا بپوشی. میاکی، من از تو عذر میخواهم که باعث شدم اینطور اخراج شوی. خودتو سرزنش نکن. دیر یا زود باید از اینجا میرفتم. تو هنوز باید 10 تا بشقاب طلاکاری شده رو نگه داری، نه؟ درست است. هر روز صبح همان موقع بیدار میشوم و 10 بشقاب را میشمارم. بعد از استفاده بشقاب‌ها را در همان کمدی میگذارم که وقتی تو اینجا بودی میگذاشتم. اگر کاری داری، برو انجام بده. مبادا کسی دنبالت بگردد و دردسر شود. میروم برایت غذای بیشتری بیاورم تا بخوری. میاکی، کجا رفته؟ شاید ترسیده کسی ببینتش. برای همین رفته. من هنوز حتی خداحافظی نکردم. 1 2 3 4 5 6 7 8 نه. چرا فقط 9 بشقاب هست؟ یکی دیگر کجا رفت؟ نکنه افتاده. اگه افتاده بود صدای شکستن می آمد. اوه نه. یک بشقاب گم شده. امیدوارم زود پیداش کنم. ای دوزد، زود برو و از ارباب عذرخواهی کن. ضرورم. من چه جرمی مرتکب شدم؟ اوکیکو، هنوز هم لجبازی میکنی. بشقاب 10 را کجا پنهان کرده ای؟ آن بشقاب 100 برابر تو ارزش دارد. ضرورم. من هرگز جرات چنین کار وحشتناکی را ندارم. امروز یک بشقاب کم است. من هنوز دارم دنبالش میگردم. حیف اعتمادی که به تو کردم. نگهبانان، او را در زندان حبس کنید. آنقدر شکنجه‌اش کنید تا اعتراف کند. ضرورم. شما میدونید که من چقدر بهتون علاقه دارم. چطور میتونم وسیلهایی رو که براتون عزیزه بدزدم؟ چی؟ شوگو محل بشقاب رو پیدا کرده. سریع بیارینش اینجا. سرورم، واقعا اوکیکو بشقاب رو بیرون برده بود.
چون میاکی متوجه شد و به من خبر داد، من برگشتم تا گنج رو براتون پیدا کنم. حیف عشقی که به اوکیکو داشتم. باورم نمیشد او اینقدر حیله‌گر باشه. بله. چه کسی فکر میکرد پشت آن ظاهر زیبا چنین قلب طمعکار و حیله‌گری باشد؟ حتی من هم شوکه شدم وقتی او برایم تله گذاشت، مرا به دنبال گنج گمشده ارباب فرستاد و بعد به دروغ متهمم کرد که گنج ارباب را دزدیدم. واقعا باور نکردنیه. اون که اینقدر مهربون بود. فقط بیچاره من با تمام وجود به ارباب وفادار بودم، اما فقط به خاطر آن کنیز حیله‌گر مورد سوء ظن ارباب قرار گرفتم. خیلی خوب. دیگه گریه نکن. من حرفتو فهمیدم. متشکرم ارباب. یعنی حالا او هنوز هم حاضر نیست جرمش را بپذیره. درسته؟ قربان. من عادت به رسیدگی به این امور در قلعه دارم. این فقط یک مسئله کوچک است. اگر ارباب اجازه بدهند. هر کاری صلاح میدونی بکن. چی؟ با اینکه شکنجهش کردیم تا سر حد مرگ هنوزم هیچی نگفته. شوگو، چرا اینطور است؟ در این لحظه شما اینجا هستید. چرا آن بشقا در دست اوست؟ چرا؟ باید از تو تشکر کرد که میاکی را به قلعه بازگرداندی. میاکی، یعنی اون بشقاب رو برداشت تا منو تهمت بزنه. اوکیکو، فکر میکنی میاکی هنوز تو را دوست خود میداند؟ تو بودی که باعث اخراج او شدی. تو نیز کسی بودی که باعث شکست نقشه من شدی. او هم به من نیاز دارد. اگر من سقوط کنم، او نیز به جهنم خواهد رفت. من میاکی را پیدا کردم و او بسیار مصمم است که با من از تو انتقام بگیرد. ارباب هم او را باور دارد. کافی است دزد بشقاب را پیدا کنم. ارباب به من اجازه خواهد داد همه را بازجویی کنم. ارباب تو را فقط یک سرگرمی جالب می داند. یک بار که تو چیزی با ارزش او را دزدیده ای، او دیگر تو را هیچ چیز نخواهد دانست. قانون پنجم را به یاد بیاور. اگر هر چیزی را در محدوده قلعه بدزدی، خواهی مرد. شماها می‌خواهید با من چه کار کنید؟ شوگو دستور داده است. طبق قانون پنجم تو باید بمیری. اوکیکو تقلا می‌کرد و برای بخشیده شدن جانش التماس می‌کرد. اما همه چیز تمام شده بود. یک، دو، سه، چهار، پنج. این صدای اوکیکو است. او هنوز هم اینجا پرسه میزند. 6 7 8 نه 10 تا بشقاب هست. 10 تا بشقاب من. من بیگناهم. ارباب تکاشی. شکنجه های شبانه روزی فرماندار قلعه را به فروپاشی کشاند. مدت زیادی نگذشت که او فهمید اوکیکو بیگناه است. خاندانش مجبور شدند برای آرامش روح دختر دعا بخوانند. صدای شمردن بشقاب‌ها توسط روح اوکیکو بازتابی از واقعیت دوران فیودالی بود، زمانی که جان یک خدمتکار حتی از یک شیء بیجان هم که ارزش‌تر بود.
این فیلم بر اساس داستانی ساخته شده است که در قلعه معروف هیمجی در ژاپن رواج دارد. چاه تسخیر شده، بعدها به نام چاه اوکیکو نامگذاری شد و داستان خدمتکار بیگناه در فرهنگ ژاپن بسیار رایج است و به نمایشنامه‌های متعدد و نسخه‌های مختلف نقاشی تبدیل شده است. حتی گفته می شود که الهام بخش رمان و فیلم ترسناک معروف حلقه بوده است. تا به امروز در قلعه هیمجی هنوز هم بسیاری از مردم در ساعات اولیه صبح از آن چاه متروک صدای فریادهای اوکیکو را میشنوند. از اینکه ویدیوی امروز را تماشا کردید ممنونیم. اگر از آن لذت بردید، فراموش نکنید که روی اعزام 2 درجه کلیک کنید تا ویدیوهای جالب بعدی را از دست ندهید. ایده یا پیشنهادی دارید؟ لطفاً رزومه خود را در بخش پایین بگذارید. ما همیشه به بازخورد شما گوش می‌دهیم. در ویدیوهای بعدی می‌بینیمتان. روز خوبی داشته باشید. خدا حافظ.